غذای ایرانی. من غذای ایرانی را دوست دارم و هر بار که وقت دارم من به رستوران ایرانی میرم. متاسفانه در شهر کوچکی من او نداره، اما در میلان وجود دارد. به این دلیل یا بنابراین من اغلب به میلان میرم چون اونجا بخورم. غذای ایرانی خوشمزه، خصوصا پلو و بستنی سنتی. هر روز دو میخورم و به فارسی سفارش میدهم. این تنخورای فرصت برای صحبت کردن به زبان فارسی با افراد بومی است. همیشه شوخ، چون پیش خدمت تعجب میکنه و پرسد چرا و کجا فارسی گرفتم.